السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از خواهران درباره سپیرال ماندن پرسیده است. برای همین من در این ویدیو برای شما پورا این موضوع رو میفهمانم تا اینکه خواهرانی که در این موضوع یگان سوال داشته باشند به سوالهای خود جواب گرفته بتوانند. پس این درباره کنتراسپسی هست، یعنی طریقه های پیشگیری حامله‌داری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اولا پیش از آن که من داخل این موضوع شوم و درباره این موضوع گپ زنم، من میخواهم درباره یعنی حیا داشتن در امور دین یک نکته را واضح بسازم. وقتی که شما از من یک سوال فقهی میکنید، من باید کلمه های را استعمال کنم که واضح باشد، روشن باشد. برای اینکه فقه یک موضوعی هست، یک فنی هست که باید آدم خیلی دقیق جواب بدهد. هر یک کار به خودش یک حکم دیگر دارد. مثلا اگر کسی از من سوال کند که استاذه وقتی که زن با شوهرش یگان کار کند آیا طهارتش میشکند؟ آیا برای او غسل واجب میشود؟ من برایش میگویم که یگان کار کند چی معنا دارد؟ آیا این معنا را دارد که یعنی بوسه کردن؟ آیا این معنا را دارد یعنی که اچاق کردن و بغل گرفتن؟ یا اینکه این دیگر معنا را دارد که زیادتر کارها در این می باشد؟ برای همین وقتی که شما درباره دین سوال میکنید و من یک مسئله را میفهمانم، من باید خیلی یعنی کلمه های دقیق را و کلمه های روشن را استعمال کرده در یک موضوع، یا اینکه درس بدهم یا اینکه جواب بدهم. چونکه امور دین، مسئله های دین خیلی مهم هستند و ما نمیتوانیم که یک فتوا را یا اینکه یک صحنه را یا اینکه یک سوال را یا یک حکم را با یک حکم دیگر اختلاط کنیم یا اینکه الدرش کنیم. چون که در این حدیث آمده است: جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. رواه البخاري ومسلم. يعني چی؟ ام سلیم رضی الله عنها که مادر انس رضی الله عنه می باشد و نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده و پرسید: یا رسول الله، گپش رو این خسر کرد: ان الله لا يستحيي من الحق. بشک البته که الله سبحانه و تعالی از حق حیا نمی کند. یعنی که پیش از پیش گویا یک عذر می خواهد که من درباره این موضوع سوال می کنم به شما و این یک موضوعی هست که یعنی من تا یک درجه می شرمم، اما باز هم سوال می کنم چون که این مربوط به دینم می باشد. بعد می پرسند که فهل، یعنی که آیا بر زنی احتلام شده، یعنی که زنی که در حالت احتلام آمده است، غسل واجب هست؟ پس نبی صلی الله علیه و سلم چی جواب داد؟ که هنگامی که آب رو ببیند آن وقت برایش واجب می شود. ام سلمه کی بود این دیگر هست، ام سلیم دیگر هست، ام سلمه رضی الله عنها دیگر هست. ام سلمه رضی الله عنها یکی از زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد، یکی از امهات المؤمنین. پس ام سلمه رضی الله عنها یعنی از شرم روی خود را پوشاند و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله، آیا زن هم احتلام می شود، یعنی احتلام می داشته باشد؟ و پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب داد که نعم، بله، تریبت یمینک، یعنی که دستت خاک آلود شود. این یک گفتنی است که پس چی طور هست؟ چی طور فرزندش با او مشابهت می کند اگر این خل نباشد؟ اگر زن احتلام نداشته باشد، پس چه خیل فرزندش میتواند که با مادرش یعنی مشابهت کند؟ این از همین راه است. پس امور دین که هست باید با خیلی یعنی لفظهای روشن و واضح گفته شود تا این کسی که سوال میکنند یعنی سرگم نزند. و این چنین عایشه رضی الله عنها مادرمان، یکی از امهات المؤمنین، هم وقتی که گپ میزد در امور دین خیلی روشن گپ میزد و از سوال کردن یعنی خودداری نمیکرد، از سوال کردن حیا نمیکرد. و حتی صحابیات یعنی زنهای صحابه رضی الله عنهم وقتی که سوال میکردن نمیشرمیدن، حیا نمیکردن از سوال کردن درباره گپ‌های دینی.
اینقدر که عایشه رضی الله عنها زنهای انصار را تعریف کرد و گفت که نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين، که زنهای انصار اینقدر زنهای خوب هستند، اینقدر زنهای یعنی عالی هستند، آنها را هیچ وقت حیا منع نمیکرد، مانع نمیساخت که آنها در دین خود فقاهت بگیرند، یعنی که در دین خود خیلی یعنی فهمش خوب بگیرند. پس این مسئله گرچند که مسئله کمی پوشیده هست، اما ما باید همه یعنی راه ها را، همه طریقه ها را، همه چیزها را روشن بخوانیم و روشن بیان کنیم تا اینکه خواهران بفهمند که چی جایز هست و چی جایز نیست. اولا این را فهمیدن مهم هست که هر نوعی کنتراسپسیایی که ابدی باشد، یعنی برای همیشه باشد، ممنوع هست، حرام هست، یعنی برای زن باشد یا اینکه مرد. مثلا به مانندی بستنی تخم دانها، چون که در اینجا میبینید ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك. یعنی که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت که ما با رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ میکردیم، یعنی که ما به یک غزوه رفته بودیم و ما چیزی نداشتیم، یعنی که ما از عائله های خود دور بودیم. این معنا را دارد. پس ما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدیم که الا نستقصی، یعنی که ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیا ما یعنی اختصاص نکنیم؟ وقتی که مرد این خلق کند نمیتواند که کودکدار شود. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خلق سوال کرد و چی شد؟ نهانا عن ذلك، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را از این کار منع کرد. و دیگر حدیثی هست و حدیث سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه رد رسول الله صلی الله علیه و سلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. یعنی که چی؟ حدیث سعد بن ابي وقاص هست رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از عزلت نشینی عثمان بن مضعون را منع کرد، پیشگیری کرد، یعنی که اجازت نداد. اگر اجازت میداد، اگر به عثمان بن مضعون اجازت میداد، ما خود را نقطه میکردیم، ما خود را اختصاص میکردیم، یعنی که خود را خسی میساختیم. پس این دو دلیل های هست که به ما نشان میدهد که هر کنتراسپسیایی که ابدی باشد، برای همیشه باشد، یا زن باشد یا مرد، اجازت ندارد و این در دین حرام می باشد، برای که از او راه کودکداری را میگیرد. و در اینجا میبینید که علامه ابن حجر العسقلانی رحمه الله تعالی که یکی از شارح کنندگان صحیح بخاری می باشد، در کتابش در شرحش فتح الباری به ما میفهماند که برای چی هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی مردها را از خسی کردن، از اخصا کردن، اختصاص کردن منع کرده است. یعنی به ما حکمت را بیان میکند که حکمتش چی میتواند باشد، گرچند که بین حکمت و علت فرق می باشد. علت آن چیزی هست که بالایش حکم برقرار هست. ما وقتی که یعنی یک حکم میگیریم، ما باید حکم شرعی را پیروی کنیم، خواه ما از حکمتش باخبر هستیم یا اینکه نه، یعنی که خواه ما از چرا باخبر هستیم یا اینکه نه. وقتی که ما این حدیث را مثلا میبینیم و از این حدیث آگاه میشویم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خسی کردن، از اختصاص کردن منع کرده است، ما باید این را قبول کنیم و به این عمل کنیم و هیچ وقت به این کار نزدیک نشویم، خواه ما سببش رو میدانیم یا اینکه نه. اما گاهی بعضی علما یا خود نبی صلی الله علیه و سلم برای بعضی احکام حکمتش رو میفهماند. در اینجا امام ابن حجر العسقلانی که وفاتش سال 852 هجری می باشد برای ما میگوید در کتابش فتح الباری، یعنی درباره این حدیث میفهماند که والحکمت فی منع الخصا، حکمت یعنی برای منع شدن خصا کردن، اختصاص کردن این هست که انه خلاف ما اراده الشرع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار والا لو اذن في ذلك او اذن في ذلك لاوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار فهو خلاف المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حکمت در منع شدن اختصاص کردن این هست که این خلافی آن چیزی هست که شارع یعنی الله سبحانه و تعالی برای ما میخواهد.
الله سبحانه و تعالی کسی که یعنی حکم دهنده هست، کسی که حکم کننده هست، الله سبحانه و تعالی، یعنی که میتواند بگوید که یعنی شریعت ما چیزی که میخواهد، مقصدی که دارد به خلاف آن هست. کسی که توانایی کودکداری را از خود دور کند، از خود بگیرد، این به خلاف مقصدهای شریعت کار میکند و این جایز نیست. و مقصد شریعت چی است؟ نسل را زیاد کردن. یکی از مقصدی الله سبحانه و تعالی این هست که مسلمان ها زیاد شوند، تا اینکه مسلمان ها چقدر که زیاد باشند بالای کافرها می باشند، یعنی که از کافرها زورتر می باشند. اما اگر این جایز می شد، لو ادین فی ذلک، کافران یعنی عدد کافران بیشتر می شدن، زیادتر می شدن و مسلمان ها کم می شدن و یعنی مسلمان ها ضعیفتر می شدن و کفار زیادتر می شد و این خلاف مقصد بعثت نبی صلی الله علیه و سلم هست. و این چنین می گوید که کما ان فیه من المفاسد تعذیب النفس والتشویه مع ادخال الضرر الذي قد يفضي الى الهلاك وفيه ابطال معنى الرجولية التي اوجدها الله فيه وتغيير خلق الله وكفر النعمة وفيه تشبه بالمرأة واختيار النقص على الكمال. و این چنین بعضی مفاسد را یعنی بعضی ضررهایی که این کار را کردن میرساند به انسان، آنها را هم بیان میکند. مثلا میگوید که کسی که این کار را میکند نفس خود را، جان خود را عذاب میدهد و جان خود را خراب میکند، یعنی که تا یک درجه دیفورم میکند، دیفورماسیون میکند، بیزیب میکند و این چنین بعضی وقت به خود این خیلی یک ضرر رو داخل میکنند که این ضرر میتواند او را به هلاکت ببرد. و این چنین مردی که این کار را بکند از خودش همون مرد بودنی که الله سبحانه و تعالی در داخل او خلق کرده است، آفریده است، از خود همون مرد بودن رو دور میکند و تغییر خلق الله و خلق الله را تغییر دادن که این منع هست. چنانکه که ما در فتوای پلاستیچسکی جراحی جواب داده بودیم و همین سبب را، همین قاعده رو هم من فهمان نبودم. و این چنین کسی که این خلق کند دیگر چی هست؟ نعمت خود را یعنی کفران نعمت میکند، ناشکری نعمت خود میکند. بعضی ها یعنی گریه میکنند تا اینکه اولاددار شوند. کسی که این نعمت را دارد این خیلی به سبب و بیهوده این را از خود دور کند و وی هم برای همیشه این جایز بوده نمیتواند. و این چنین یعنی مردی که این کار کند خود را به زنان تشبیه میدهد و کسی که زن یا مردی که باشد این کار کند نقص را بالای کمال اختیار کرده است، یعنی که بدنش کمال بود، کامل بود، بهترین بود، چی طوری که الله سبحانه و تعالی او را آفریده بود. اما او میگیرد چی میکند؟ از خود این توانایی را دور میکند و خود را ناقص میسازد. پس این بعض حکمت های هست که امام ابن حجر العسقلانی یک محدث شافعی می باشد، یعنی در تشریح این حدیث میفهماند و یعنی احناف هم این حدیث ها را در نظر گرفته هر کنتراسپتیوی که ابدی باشد او را ناجایز میگوید. اکنون دوام میدهیم به بعض نوعهای کنتراسپتیوی که موقتی باشند. پیش از آن که من درباره حکم کنتراسپتیوی موقتی گپ بزنم، من برای شما در پیش شما بعض نوعهای مشهور کنتراسپتیوی موقتی را در اینجا نوشتم که من یعنی هر یکی از آنها را نمیخوانم، یعنی به روسی هم ترجمه شد در اینجا ماندم تا اینکه یعنی شما از جهت طب هم درست بفهمید. اما یکمش یعنی خیلی مشهور هست، دومش VMC گفته می شوند که درباره درون کردن اسپیرال می باشد که من حکم ای را یعنی خاصتا حکم ای را در آخر یک بار واضح کرده می گویم. و این که می باشد پریرونی پولووی اکت PPA، این یک کاری هست که حتی در حدیث هم آمده است. در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها این کار را میکردند. کسانی که نمیخواستند که یعنی اولاددار شوند در همان وقت، یعنی این را عزل گفته می شود در حدیث که حدیث می آید در این باره. چهارمش در وقتی اوولوسیا همخوابه نشدن. معنای این چی است که زن تحقیق میکنند و متوجه می باشد که کی کسلی زنانه می شود، کی حیضش می آید، کی از حیض پاک می شود و کی روزهای اوولوسیاش می باشد.
عموما زن 12 تا 14 روز پیش از کسلی یعنی ماهانش اوولوچش سر می شود و 5 تا 7 روز می ماند. بعضی زنها این خیلی می خواهند بکنن که وقتی که می دانند که یعنی دایره یا اینکه وقتی اوولوچشون سر شده هست، آنها از همخوابه شدن یعنی خودداری می کنن دور می ایستند. و اینش که هست، این درباره تبلتکه هست و این آخرانش که هست درباره پلاستر هست که من امیدوار هستم که همه شما از این راه ها یعنی با خبر هستید. کسی که اینها رو خوب نمیفهمند می توانند که یعنی از دکتر بپرسن که این چی هست یا اینکه در اینترنت تا یک درجه یعنی از جهت طبی اینها رو خوانده بفهمند که من چی رو در نظر دارم. پس حکم کنتراسپتی موقتی، حکم اصلیش و عمومیش این هست که جایز می باشد، یعنی که هر یکی از این طریقه ها رو اگر کسی استعمال کند به غیر اسپیرال، خبردار باشید به غیر اسپیرال جایز می باشد با 3 شرط. شما گپی من رو درست گوش کنید. هر یکی از این نوع ها به غیر اسپیرال ماندن حکمش جواز می باشد، جایز می باشد با 3 شرط. این 3 شرط چی است؟ اولش این هست که با رضایت هم زن و شوهر باشد. زیادی وقت این رو یعنی این کنتراسپتی موقتی رو زن می کند. وقتی که زن می کند باید با رضایت شوهرش باشد، چون که شوهر به مانند زنش حق دارد کودک داشته باشد، حق دارد به یگان مشکلات با زنش همخوابگی کند. و اگر شوهر مثلا اگر بخواهد که PPA کند یعنی عزل کند، باید زنش راضی باشد به این کارش، چون که زن هم به مانند شوهرش به واقع یعنی که به جماع یعنی به همخوابگی حق دارد. و اگر شوهرش از او دور شود در عین وقتی همخوابگی یعنی از حق زنش کم می کند و زن می تواند که حق خود را ببخشد. اگر زن راضی باشد و شوهر هم راضی باشد به هر یک نوعی کنتراسپتی موقتی، آن وقت جایز می باشد. این شرط یکم هست علاوه به 2 شرط دیگر. این عباره که شما در بالا اکران می بینید از کتاب فتوای حنفی می باشد با عنوان بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع که از امام علاءالدین الکاسانی می باشد، یکی از مفتیانی و علمای مذهب حنفی که از 12 صدی می باشد، از فرغانه. در این کتابش فتوای عزل کردن رو می دهد و بعد از آن دلیلش رو می گوید که ويكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها لأن الوطأ عن إنزال سبب لحصول الولد ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد فكانه سببا لفوات حقها، وإن كان العزل برضاها لا يكره لأنها رضيت بفوات حقها، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعزلوهن أو لا تعزلوهن إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمة فهو خالقها. یعنی که برای شوهر مکروه می باشد که از زنش به رضای او عزل کند و عزل همون PPA که ما دیدیم همون می باشد. شوهری که این رو به رضای زنش بکند برایش این مکروه می باشد، این درست نمی باشد، چون که در جماع کردن برای زنش هم حق هست. او نمی تواند که زنش را از این چیز محروم بسازد. و در اینجا حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می آورد، چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که شما با زنهای خود یعنی عزل کنید یا اینکه نکنید. بیشک الله سبحانه و تعالی اگر اراده کند که کسی را به دنیا بیارد، کسی را یعنی خلق کند، پس الله سبحانه و تعالی او را خلق میکند. یعنی که در این حدیث معلوم میشد که عزل کردن جایز هست و بالای این هم حدیث های دیگری هست که روشن‌تر هستند که کنا نعزل والقرآن ینزل. صحابه ها میگویند، روایه میکنند که ما در وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عزل میکردیم با زنان خود و قرآن در آن وقت تا حال نازل میشد. یعنی هدف آنها این هست که اگر عزل کردن ناجایز می بود در قرآن آیه نازل میشید که آنها را منع میکرد یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنها را منع میکرد. پس عزل یکی از طریقه های کنتراسپتی موقتی می باشد که جایز هست، اما با این یکم شرط که 2 شرط دیگه هم هست. شرط دوم این هست که با سبب باشد. ضروری این نیست که ضرورت شدید باشد، اما با سبب باشد. چنانکه که در اینجا میبینید عن معقل ابن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟
قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه ابو داود و النسائی. یعنی که یک مردی بود که میخواست با یک زنی که یعنی حسب و نسب داشت، یعنی خشوگی داشت، نکاح کند، اما مشکلاتش در این بود که زن کودکدار شده نمیتوانست. پس این مرد، این صحابی رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله میپرسد که آیا ازدواج کنم؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت نه. و در آخر پیغمبر صلی الله علیه و آله این جمله رو گفت که شما با آن زنها ازدواج کنید که ودود و ولود باشند. ودود یعنی که رحمدل باشند، یعنی نیک سخن باشند، خوش زبان باشند، و ولود باشند یعنی که خیلی زیاد اولاد به دنیا بیارند. یعنی این معنای این حدیث این نیست که زنی که اولاد به دنیا آورده نتواند یعنی قدرش کم هست و مرد با او باید ازدواج نکند. نه، یعنی ازدواج بکند، این هم یک صدقه می شود از طرف مرد که این خیلی یک زن رو قبول میکند و یعنی با او یعنی یاری میرساند. اما پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته است که شما کوشش کنید آن زنهایی رو پیدا کنید که با شما خیلی زیاد یعنی اولاد تا درجه که میتوانند تولد کنند، چون که من در روز قیامت با امت کلانم فخر میکنم. پس از این حدیث معلوم میشود که بیهوده زن خود را از حامله داری باز دارد، منع کند، و مردی که بیهوده زنش را از حامله شدن دور کند، این خوب نیست. چون که شریعت ما را به این کار تشویق میکند که زنها کوشش کنند که زیادتر اولاددار شوند و امت ما را کلان کنند. پس شرط دوم این هست که برای کنتراسپتی موقتی اقلا باید یکم سبب باشد، بیهوده نباشد. و شرط سوم این هست که زن یکم ضرر باید نبیند از کنتراسپتی موقتی. مثلا اگر تبلت میخورد یا اینکه پلاستر میگذارد یا هر کاری که میکند، باید این خیلی کار نباشد که به او ضرر رساند، به بدن او، به صحت او، یا روحی باشد یا جسمی باشد ضرر رساند. چون که ما از شریعت این رو میدونیم که آدم نمیتواند آن کاری را انجام بدهد که به خودش، به بدنش ضرر رساند. چون که ما در بخش پلاستیک جراحی من به شما گفته بودم که آدم نمیتواند که خود را ضرر برساند، چون که بدنهای ما از طرف الله امانت می باشد. ما نمیتوانیم که خود را بزنیم، خود را ببریم یا خود را یکم جراحی بکنیم. چنانکه در این آیه آمده است، الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، که خود را هلاک نکنید، خود را نکشید و خود را به هلاکت نبرید، بیشک الله سبحانه و تعالی به شما رحیم هست. به این چنین در حدیثی می آید عن ابی سعید الخدری، از ابو سعید سعد بن سینان الخدری رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است لا ضرر ولا ضرار، نه ضرر رسانید به کسی یا به خود، و نه وقتی که به شما ضرر رسانده شد شما هم ضرر رسانید. یعنی که نه همچون جواب به کسی، قصد گرفتن به کسی ضرر رسانید و نه اول شده ضرر رسانید. یعنی که ضرر باید به کسی رسانده نشود، نه به دیگران و نه به خود انسان. پس تا اینجا خلاصه چی شد؟ که تا وقتی که این سه شرط پورا شود کنتراسپتی موقتی جایز می شود، به غیر از سپیرال که من حکم سپیرال را برای شما حاضر می فهمانم. اگر این سه شرط پورا نشود حتی کنتراسپتی موقتی هم جایز نمی شود، چون که یا انسان به خود ضرر می رساند یا حق زن یا اینکه شوهرش رو می گیرد و غیره. اکنون درباره سپیرال ماندن که یکی از نوعهای کنتراسپتی موقتی می باشد چه حکم دارد؟ سپیرال ماندن مکروه می باشد از سه سبب. سبب اول این هست که هر وقتی که به فرج داخل، یعنی که به شرمگاه زن چیزی داخل کرده می شود، این تا یک درجه کراهت دارد. برای آن که یعنی سببش را فقها یعنی بیان کرده اند، اما یک سببش این می باشد برای کسانی که می فهمند که لانه یشبه النکاح بیدها، کسی که فهمد. اما اگر این سبب یکم هم اگر نباشد یا سبب نشود، چون که شاید شما فکر کنید که این برای ضرورت هست، این دکتر این رو میگذارد، اما سبب دوم را هم یک بار ببینید که سبب دومی مکروه بودن سپیرال این هست که زن باید عورت خود را ظاهر کند. خواه دکتر زن هم باشد، عورت خود را ظاهر کردن این فقط برای ضرورت های جدی
ممکن می باشد. این ضرورت سپیرال ماندن ضرورت جدی نمی شود وقتی که دیگر راهش باشد. وقتی که راههای کنتراسپتی موقتی باشد و آدم بتواند که خود را از حامله دار شدن منع کند، پس سپیرال ماندن ضروری نیست و عورت خود را یعنی نشان دادن و ظاهر کردن جایز نمی شود. عورت خود را زن فقط آن وقت ظاهر کرده می تواند وقتی که برایش ضروری هست، یعنی یک ضرورت جدی هست. این مثلا شرمگاهش اوگار شده باشد، باید یکم جراحی بگیرد. بعضی وقت می شود که زنها باید پیش دکتر روند اگزامین ها کنند. این خیلی چیزها که رابطه دارند به صحت زن و طبابت زن جایز می شود که بعد دکتر زن یعنی عورت خود را تا قدر ضرورت نشان بدهید. اما تا جایی که گپ سپیرال می روند، این وابسته از این هست که آیا این برای این زن سپیرال ماندن ضروری هست یا اینکه نه. این را آن وقت میفهمید وقتی که با دکترتون گپ زنید. اگر دکتر برای شما بگوید که یعنی با تو سپیرال ماندن حتمی هست چون که تو نمیتوانی حامله دار شوی، اگر حامله دار شوی تو میتوانی مثلا حتی هلاک شوی، تو میتوانی که با جان تو خطر هست، تو باید هیچ وقت حامله دار نشوی، تو این خیلی بیماری داری. کسانی که این خیلی ترس شدید هست و آنها ضرورت شدید هست، آنها میتوانند که سپیرال را بمانند که راحت دور میشود. اما با زنان عمومی که میخواهند که سپیرال مانند با آنها مکروه میشود، باید کوشش کنند که سپیرال نمانند و از دیگر راههای موقتی استعمال کنند. در اینجا حدیث آمده است عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. این قدرش برای ما در اینجا مهم هست که مرد باید به عورت مرد نظر نکند، نگاه نکند و نه زن باید به عورت زن دیگری نظر کند، باید نظر نکند. و در اینجا شما عباره رد المحتر رو میبینید که یکی از کتاب‌های فتوای مذهب حنفی میباشد از امام ابن عابدین الشامی که می نویسد در باره آن وقتهایی که عورت خود را ظاهر کردن به اجنبی و یک کسی دیگر یعنی تا قدر ضرورت جایز می شود. پس در اینجا می گوید مطلب المواضع التي يحل فيها النظر إلى عورة الأجنبي، می گوید قوله لإباحته لتحمل شهادتي ومثله. من همان قسمتی که ضروری است می فهمانم نظر القابلة والخافضة والختان والطبيب و زد در اینجا که آن جایهایی که آن یعنی وقتهایی که در آن وقت نگاه کردن به عورت یک کسی دیگر جایز می شود، یحل یعنی حلال می شود یعنی جایز می شود. یکی از آن وقتها کدام وقتها هست؟ برای طبیب یعنی برای دکتر. و سوم سبب مکروه بودن سپیرال ماندن این هست که از جهت فقهی ما این گپ رو تعیین کرده و عمیق کرده نمی توانیم که آیا سپیرال ماندن کنتراسپسیا حساب می شود یا اسقاط کردن حمل خود. یعنی کنتراسپسیا و اسقاط حمل در بینشون چی فرق هست؟ یعنی که اسقاط حمل یعنی هدف من ابورسی هست، وقتی که کودک را ابورسی میکند مادر، نه اینکه وقتی که یعنی کودک خودش میغلطد، وقتی که مادر خودش رفته پیش دکتر ابورسی میکند. هدف من این هست در اینجا. و برای چی ما عمیق کردن نمیتونیم؟ چون که وقتی که ما از طبیب ها از جهت تیب وقتی که ما جستجو میکنیم و دکترها رو میپرسیم، از جهت تیب هم این عمیق نیست که سپیرال کدام کار رو انجام میدهد، چون که آنها این رو قید کرده هند که بعضی وقت سپیرال همچون کنتراسپتی کار میکنند و بعضی وقت همچون اسقاط حمل کار میکند. بعضی وقت سپیرال این کار رو انجام میدهد که پیش از آن که سپرم یعنی به زن به تخم های زن برسد او رو یعنی باز میدارند و زن حتی حامله هم نمی شود. و بعضی وقت یعنی این چیز رو پیشگیری کردن نمی تواند سپیرال و سپرم به تخم می رسد، زن حامله می شود، اما بعد سپیرال تخم ها رو نصف می کند. اما از جهت اسلام حکم کنتراسپسیا و حکم اسقاط حمل یک نمی باشد. حکم اسقاط حمل شدیدتر می باشد. هر وقت آدم نمی تواند اسقاط حمل کند و عموما اسقاط حمل کردن ابورسی کردن جایز نیست در اسلام تا وقتی که یعنی بعضی دیگر سبب ها می باشد که بعضی وقت جایز می شود. پس چون که کنتراسپسیا و اسقاط حمل دو چیزهای مختلف هست و سپیرال بعضی وقت همچون کنتراسپسی کار میکنه و بعضی وقت همچون اسقاط حمل، برای این سوم سببی هست که سپیرال باید استعمال کرده نشود و مکروه کراهیت شدید هست در اینجا.
پس من به شما خلاصه این مسئله را بیان میکنم. اولا این بود که کنترسپسیون ابدی جایز نیست. ما این حدیث ها را یعنی خواندیم، چون که در اسلام زیادتر کردن اولاد و زیادتر کردن امت این چی است؟ یکی از مقصدهای شریعت می باشد. دوم، کنترسپسیون موقتی چند انواع چند اقسام می داشته باشد و همه این اقسام به جز سپیرال ماندن جایز می باشد با 3 شرط. اولین شرطش که رضاگی زن و شوهر باشد. شرط دوم این هست که با سبب باید باشد، بیهوده رفته یعنی کنترسپسی کردن جایز نمی شود. و سوم این هست که یگام ضرر نرسد. و از همه اقسام کنترسپسی موقتی سپیرال ماندن مکروه دارد، کراهت شدید دارد برای 3 سبب. یکمش این هست که یه زن باید به فرج داخل چیز را درآورد. دوم این هست که عورت خود را باید به نزد یک کسی ظاهر کند که این هم فقط برای ضرورت جدی و شدید جایز می شود که این ضرورت جدی حساب نمی شود. و سوم این هست که از طریق طب این نامعین هست که آیا سپیرال کاری کنترسپسی را یعنی پیش از حمل شدن را انجام می دهد یا اسقاط حمل را انجام می دهد. و همینجا انشاءالله بس است. والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم، والصلوات والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.